گفتارمون را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزاتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. گفتاری دویم. صده، من در کشتارهای تو قدم میزنم و شبنمی سحرگاهی پایهای شل پرگشته مرا میشوید. من دست و روی خود را حتی در آب دریاچه های کوهی نشسته در آب چشم میشویم. میگویند که آب نوشی از چشم نوش. این چنین میگویند. پدری من هم میگفت که مرد در دو حالت بزانو مینشیند: هنگام آب نوشیدن از چشم سار و گل کندن از گلزار. صده، تو همان چشمه هستی که من پیشت بزانو نشسته لب به لبانت می نهم و حریصانه از آب تو نوش می کنم. سنگی را می بینم و به نظرم در رویش سایه تنوکی می نماید. این سایه منم، چنان که 30 سال پیش بودم بروی سنگ نشستن گوسفند می چرانم. در سرم کلاه ژولیده موی، به دستم کلتکی دراز، پایهایم چنگ و خاک آلود. پیراهه را می بینم و به نظرم در رویش سایه تنوکی می نماید. این سایه هم منم، چون که 30 سال پیش بودم به کاری به اول همسایه می رفتم. پدرم فرستاده بود. در قدم خود به خود، با بچگی خود، با بهاران و باران، با گلستان و خزان خود وا می خورم. لباسم را کشیده تنم را به تک آب شار می دارم. آب از نوک شخ پریده و چکیده 1000 بار پاش می خورد و باز موجهای پریشان به هم آمده بر کتفان من، بر دستان من، بر سری من می ریزد و باز پاش می خورد. تشناب مهمانخانه قصر شاه پریژ در پیش آبشارهای شیرگون کشوری من بازیچه ناچیزی پلاستماسی است و بس. آبی که از دریاچه کوهی جریان گرفته به قبط سنگ ها می فراید، روزی دراز در اینجا گرم می شود و نی نیلگونی مهمانخانه متروپول لندن در پیش ونه های کوهی من طبقچه ناچیز است. آره، در شهرهای کلان پیاده قدم زده گشتن را دوست می دارم، اما بعدی 5-6 سیر و گشتی دور و دراز شهر به نظرم شناس می نماید و شفق تماشایش در دلم کم می شود. اینک 1000 بار است که در تنکوچه های اول خودم قدم می زنم و از دیدارش سیر نمی شوم. خیالم که بی‌ایست قدم زنم. این دفعه آمدنم به هر خاندان سر در آوردم. در نزد هر آتشدان علفدار، در نزد هر آتشدانی که خاکسترش هنوز گرم یا کیها سرد شده است، سری سفیدی افتاده و به خاکستر مانند گشته خود را فرود آوردم. من در سری گهواره های می ایستادم که درونی یکی پسر یا دختری کوهستانی دست و پا می زد. دیگری اگرچه خالی بود هنوز گرمی داشت. کورپچه و بالشته سیومی کیها سرد گشته بود. در سری هر گهواره می ایستادم و به نظرم می رسید که اندر آن خودی من خوابیدم و همه گپ و کارها در پیش است. هم پیراههای کوهی، هم راههای فراخ روس، هم راههای کلانی اتومبیلگرد و فرودگاه‌های مملکت‌های دوردست. کودکان را الله می گفتم، به گوششان سرود می خواندم و با این سرودهای عالی من آنها را خواب شیرین می برد. قبرستان صده را زیارت کردم. آنجا قبرهای کهنه علف زیر کرده با قبرهای نوی که بوی خاک نو می دهند هم شفتند. در خانه های عزادار ساکت و سرخم می نشستم. در تویها با شوق می رقصیدم. بسیار نقل و حکایات ما هنوز نشنیدم را می شنیدم. بسیار گپ‌هایی که می دانستم و فراموش کردم از نو به یادم می آمد. از نیان خانه تاریک خاطرم پدیدار می شد. آنچه نو است با چشم خود می دیدم و آنچه کهنه است می شنیدم و به یاد می آوردم و خیالاتم مثل
رشته‌های رنگینی بود بر دوکی بزرگ پیچیده. من آن قالین زیبایی را پیش نظر می آوردم که از رشته‌های رنگارنگ بافته باشند. دیروزکک بلانه مرغان جهان بودم، در تیک شخ نشسته و پروردم هوس. فیروز چشم و سخت اینان عشق آمده، از بچگی رهاند شدم مردی وایرس. دیروزکک شناختم خیش را بزرگ، یک مرد موی سفیدی خردمندی روزگار. عشق آمد و تبسمی ساده به من نمود، گشتم زنف چو بچه شرمینی سرفرار. آره، داستان عشق را هنوز انجام ندادم. قصه جوان و دخترک است این داستان. جوان منم، قهرمانی اساسی محبتی من. داستان را انجام باید داد، ولی در دلم یک حسیات پیدا شده است که گویا برقی تشویش انگیزی گرفتم و باید همه کار را پرتافته و فرودگاه شتابم. یا این طور می شود که کوهستانی زنی پگاهی بر وقت به آتشدان علف می ماند. او خوراکی شب مانده را که تمام اهل عائله سیر می شود گرم کردنی است، اما ناگاه از در مهمان در آمده می آید. خوراکی شب مانده را برداشته مانده طعامی نو پختن لازم. یا این طور می شود در توی جوانان به پهلوی داماد که رفیق و همسالانش است می نشینند، اما ناخواسته لازم می شود که خسته جایشان را به آدمان کلانسال بدهند. یا این طور می شود که در مهمانخانه موی سفیدان بچه ها نیز بازی دارند، بناگاه بچه ها را از مهمانخانه می برارند، زیرا موی سفیدها مصلحتی مهمی دارند. بعضا گمان می کنم که من صیاد، ماهیگیر، جوان، چاوندازم. فکر و خیال خود را صید می کنم، آنها را می دارم، زین می کنم، مهمیز می زنم. ولی گاه گمان می کنم که من آهو و ماهی و اسبم و برعکس. فکر و خیال، اندیشه و حسیات مرا می جویند، می دارند، زین می زنند و پیش می رانند. آره، فکر و حسیات مانندی مهمان کوهستان به تکلیف و به خبر می آیند. از چنین مهمان نه پنهان شده خلاصی می یابی نه گریخته. در کوهستان ما مهمانی کلان و خرد معتبر و نامعتبر نیست. مهمانی خردترین هم برای ما معتبر است. از کجا بودن او را نپرسیده در تکی دروازه پیشوازش می گیریم و پیشگهی خانه بالای 4 قبر کورپچه می شینانیم. مهمان به کوهستان همیشه ناگهان می آید، اما هرگز ناخواست نیست. وی ما را هیچگاه در غفلت یافته نمی تواند، چون که ما مهمان را همیشه، هر روز، هر ساعت، هر دقیقه چشم داریم. فکر نوشتن این کتابم مثل مهمان کوهستان به سرم آمد. یا این طور می شود از بیکاری تنبور را از میخ می گیری و زخمه می زنی که جور است یا نه. همین دم یک بار سرود به یادت می آید و زخمهایت به آهنگ تبدیل می شوند. صداهای مرتب بلند شدن می گیرند. گذشتن شبها و دمیدن صبح را پی نبرده پیوسته می خوانم. یا این طور می شود جوانی به اولی همسایه به یگان کاری مقرری می رود و از آن طرف زن گرفته او را به پشت زینی اسبش سوار کرده می آرد. محترم محرری مجله، من خواهشی در مکتوب اظهار کرده را اجرا می نمایم. بخریبی نوشتن کتاب را بخشیده به داغستان سر می کنم، لیکن مرا ببخشید، آن را در مهلت مقرر نموده شما احتمال بود کرده نتوانم. من پیراهه های بسیاری را باید طی نمایم. پیراهه های کوهستانی ما خیلی باریک و نشیب و فرازند. کوههای کشوری من از دور همچون الماس ناسفته اسرار انگیز جلوه می دهند. برای سمند من میدان فراخ است. وی به دری تنگی تعیین کرده شما در آمدن نمی خواهد. داغستانم را من به آن 9-10 صحیفه شما کاغذ پیچ کرده نمی توانم. من درباره موفقیت ها، درباره کارهای نیک، مهنت هر روزه مردم، درباره مهنت دوستی عادی، درباره کارنامه ها، آرزوی و امیدی آنها، درباره فردای درخشان کشوری کوهی و عنعنه های قدیم آن، اساساً درباره
امروزی فیروزی آن مواد نوشته هم نمیتوانم. قلم نازکی من این بار را برداشته نمیتواند. یک قطره رنگ قلم من هم دریاهای بزرگ آرام، هم موج پرتقیان دریاهای کوهی، هم تقدیر جهانیان، هم تقدیر یک آدم را در خود گنجانده نمیتواند. پرنده کلان باشد خونش هم زیاد، خرد باشد خونش هم کم. پرنده چه قدری باشد خونش همان قدر. میگویند که دانگی را تصادفاً پرتافته‌اند، تصادفاً به کله آهو رفته افتیده است و از آن شاخ زیبای آهو سبزیده است. میگویند که اگر علی نمی بود عمر هم به دنیا نمی آمد، اگر شب نمی بود روز هم نمی شد. میگویند تو در کجا زاده شده ای عقاب؟ در تنگنای. تو کجا پرواز داری عقاب؟ به آسمان وسیع. در باب محتوا و نام این کتاب، هم پیکی فرهمندی ایدانه برارد، هم درد در او شیون و فریادی مصیبت. کتیبه ناقوس. او را پدری دلیر و حق گوستر بود، هم نام پدر بخفته اینجا کودک. در تار سرش خنجری میراثی پدر، شأن و شرفی پدر بود با کودک. کتیبه گهواره. مردی کوهستانی باید دو چیز را احتیاط کند: کلاه خود و نام خود را. پاپاخ را کسی احتیاط کرده می تواند که کله داشته باشد. نام را کسی احتیاط کرده می تواند که دلی پرآتش داشته باشد. در شفت خانه تنگ ما پی تیر بسیار است. دوستانی پدرم از تپانچه به شفت خانه تیر می پرانیدند تا عقابان کوههای اطراف بدانند که به آنها برادر تولد یافت و در داغستان یک عقاب زیاد شد. البته از تیرپرانی پسر تولد نمی شود، اما برای تنتنه روز تولد پسر باید همیشه تیرپرانی کرد. وقتی تولدم و هنگام نامگذاری دوستی پدرم 2 مراتب تیر پرانیده است، هم به شفت خانه هم به فرش عام. مادرم قصه‌ای به من نام نهادنش را نقل میکرد. من در عائله‌مان سیوم بودم. باز یک دخترچه هم بود، خواهرک من. لیکن ما حاضر درباره مردها پسرها سخن میرانیم. نام نخست پسر را تمام اهل اول پیش از به دنیا آمدنش میدانستند، چون که از روی عادت او باید نام بابای محرومش را گیرد. هر باشنده اول این را میدانست و همه گفتند که به قریبی در عائله غمزد محمد به دنیا می آید. بروی حولی بابای من یگان هواپیمای 4 هرگز پا نمانده است، بجز سگ و گربه. گمان است که بابایم به بالایش یگان بار کرپه پوشیده باشد. گمان است که او از کرته و ایزاری تک خبری داشته باشد. یگان دکتر جان گفته نمیتواند که او محمد را معاینه کرده است. دهانش را گشاده دیده، نبضش را داشته، پست و بلند نفس کشید گفته است. اینچونی کسی از اهلی اولمان روز تولد به وفات او را انیق نمیدانست. اگر یک عریضه را که به مقصد سیاه کردن پدرم نوشته شده است به اعتبار گیریم، بابای محمد کمی زبانی عربی را میدانسته است. پدرم نامی همون بابایم را به نخست پسرش به برادری کلانی من گذاشته است. پدرم اخیلچی نام عمک هم داشته است که قدر پیش از تولد برادر دوم من وفات می کند. بعدی آن که در خاندان ما پسر دوم تولد می شود، انا اخیلچی هم زنده شد. گویان باشندگان اول همه شادی می کنند. اخیلچی ما زنده شد. بروی بامی کلبه کمبغلانش اگر زاغ شیند بگذار به خاصیت شود. بگذار بچه نامبرداری سزاواری اخیلچی آل همت باشد. وقتی به دنیا آمدنی من پدرم خویش و تبار یار و دوستی به همین قریبی مرده یا در کشورهای بیگانه گمگشته نداشته است که نام او را به من گذارد و من در روی زمین با نام او شرفمندانه قدم زنم. وقتی تولد شدنی من پدرم آیین نامگذاری را به جا آورده به خانه آدمان معتبری اول را تکلیف کرده است.
آدمان با تمکین و با وقار خانه در آمده نشستند، گویا که تقدیر یک مملکت را حل می کرده باشند. در دستی همه کوزچه های شکمداری بلخری، کوزچه ها البته پوری بوزه، فقط یک موی سفیدی از همه پیری پیغمبر سیما دست خالی بوده است. مادرم از خانه دیگر مرا برآورده به دست همان موی سفید داده است. من دست و پا می زدم. مادرم به موی سفید رو آورده می گفته است: تو در توی من گاه تنبور و گاه دف زده سرود می خواندی. سرودهایت فارم بودن. اکنون این طفلکی مرا به دست گرفته کدام سرودت را می خوانی؟ ای زنه، سرود را به او تو مادرش می خوانی، گهواره‌اش را جنبانیده می خوانی. بعد سرود را به او بگذار مرغان دریاها خوانند، بگذار شمشیر و تیر و تفنگ هم به او سرود خوانند، اما سرودی بهترین را به او بگذار عروسش خواند. این خیلی باشد نامی مناسب ما. تو که من مادرش، تمام اهل ابول، تمام داغستان نامی گذاشته تو را شنویم. موی سفید مرا قریب تا شفت خانه بلند برداشته گفته است: نام دختر باید مانند شاله اختر زیبا یا چون گلی بوستان رعنا باشد. در نام مرد باید صدای شمشیر و حکمت کتاب تجسم باشد. من کتاب خوانده و صدای شمشیر شنیده بسیار نامها را درک کردم. کتاب شمشیرهایم به من حاضر نامی رسول را تلقین میکنم. موی سفید پیغمبر سیما خم شده به گوشم آهسته رسول گفته است. سپس به گوش دیگرم خم شده رسول گویان بلند فریاد زده است. بعد من گریان را به دست مادرم داده به تمام حاضران رو آورده گفته است: من نامش رسول شد. در خانه نشستگان به رضایت خاموشانه نام مرا تصدیق نمودند. موی سفیدان کوزچه ها را به سر کشیدند و هر کدام موی لب خود را تافته گلو افشاندند. هر مرد کوهستانی باید دو چیز را احتیاط کند: پاپاخ خود و نام خود را. پاپاخ هم نام هم ممکن وزین باشد. موی سفید کوهستانی که جهان دیده و سرمطالعه بوده است به من نام پرمعنا و رمزدار یافته مانده است. رسول کلمه عربی بوده، معنایش فرستاده یا که درسترش نماینده است. پس من فرستاده کی، نماینده کیستم؟ از دفترچه خاطرات. بلگیا. من اشتراکچی ملاقات شاعران جهان که به آن نمایندگان ملت و مملکت‌های گوناگون جمع آمدند. هر کدام برآمده درباره خلق خود، مدنیت آن، نظم آن و تقدیر آن سخن می‌گفت. چون این نمایندگان نیز بودند: مجار از لندن، استانی از پاریس، لهستانی از سان فرانسیسکو. چه علاج؟ با حکم تقدیر آنها پراکنده شده و مملکت‌های گوناگون با آن سوی بحر و بر، کوه و دمن دور از وطن افتادند. من بیشتر از همه به گپ شاعر حیران ماندم که چنین عرض نمود: جنابان، شما اینجا از مملکت‌های گوناگون جمع آمدید. شما نماینده خلق‌های گوناگون هستید. تنها من اینجا نماینده یگان خلق، یگان مملکت نیستم. من نماینده همه ملت‌ها، همین مملکت‌ها. من نماینده نظم هستم. آره، من سراپا شعرم. من آفتابم که تمام کره ارض را نور می پاشد. من بارانم که از کجا بودن خود را نمی اندیشیده به زمین آب می دهم. من درختم که در تمام گوشه و کنارهای روی زمین یخل می سبزد. او چنین گفت و از منبر فرآمد. حاضران به سخنهای او کفکوبی کردند. من چنین اندیشه داشتم: گپی او حق است. البته ما شاعران به تقدیری تمام جهان جوابگریم، اما کسی که به کوههای خود دلبند نیست نماینده تمام سیار شده نمی تواند. در نظر من او به آدم مانند است که جلای وطن کرده در همان جا زن گرفته و مادر عروسش را مادر خوانده است. من به مهربانی مادر عروس شک ندارم، لیکن بجز مادر مادری نیست. وقتی که تو را کیستی گفته میپرسم، حجت شناسنامه‌ات را نشان داده میتوانی که در آن همه معلومات اساسی هست. اگر خلق را پرسند که در بساط چی داری خلق،
عالم، نویسنده، رسام، بسته‌کار، خادم سیاسی سرلشکر خود را نشان می‌دهد. هر کس از خردی باید فهمد او برای آن به دنیا آمده است که نماینده خلق خود شود و همیشه برای به ذمه گرفتن چنین وظیفه آماده باشد. به آدمان نام، کلاه و یراق می‌دهند. به آدم از آوان کودکی سرودهای خلقیش را می‌آموزند. تقدیر مرا به کدام سرزمینی اندازد، من خود را نماینده کشوری کوههای اول می‌پندارم که آنجا زین زدن اسب را یاد گرفتم. من در همه جا خود را خبرنگار مخصوص داغستان می‌دانم، اما به داغستانم همچون خبرنگار مخصوص تمدن عمومی انسانی، همچون نماینده تمام مملکتمان و حتی تمام جهان برمیگردم. از فیض و فتوح کشورم به هر جهان بایسته و شایسته نگفتندم سخنه. در دوش نهاده کلبار پرمال، ناکامی ببین که نکشادم دهنه. با لفظ لذیذ مادری بحر جهان، زینهار سرودن ندانستم من. صندوقه که پرچی زده دارم در دوش، بگشادن آن ولی نتانستم من. بروی بام هموار خانه صحبت کرده می نشینیم و همدیارانم از من سوال می کنند: در مملکت‌های دور آدمی خودمان را وا نخوردی؟ در روی زمین آیا کوههای ما بر این کوهها هستند؟ در کشورهای بیگانه دلتنگ شده اولمان را یاد کردی؟ آیا در آن جاها در مملکت‌های دیگر ما را می‌شناسند؟ می‌دانند که در روی زمین ما هم هستیم؟ من جواب می‌دهم ما هنوز خودمان را خوب نمی‌شناسیم و آنها ما را از کجا می‌شناسند؟ ما 1 میلیون باشنده ایم در روی کف کوههای داغستان، مثل غنچه ایم. 1 میلیون اهالی، 40 زبان. انا برای همین تو درباره ما به خودمان و به همه آدمان روی زمین حکایت بکن. عصرهای از تاریخ ما را خنجر و شمشیر ثبت میکرد. تو این نوشته ها را به زبان آدمی کردان. تو که از اول صده برآمدی، اگر این کار را نکنی کسی دیگر عهده نمی کند. فکرهایت را به مثل گله اسبان بهترین جمع بکن که در آن یگان اسب بیدو از دیگری ماندنی نداشته باشد. بعد این گله را به چراگاه کاغذ سفید سر ده. بگذار فکرها مانند سمندهای رمیده یا سیله بازهای پریده بیتازند و بیپرند. فکرهایت را پنهان نکن. پنهان کردی بعد جایی مانده‌ات را فراموش میکنی، چنان که خسیس پلهایش را گور کرده جای آن را گم میکند و در جستجوی آن میسوزد. اما فکرهایت را به دیگران هم نده. اسباب قیمت بها را به دست کودک چون بازیچه دادن ممکن نیست. کودک اسباب را یا میشکند یا گم میکند یا دست خود را میبرد. عادتی اسبی تو را هیچ کس از تو بهتر نمیداند. قصه پیراهی پدرم از اول ما صده تا اول کلان خنزخ راه اتومبیلگرد است. در خنزخ مرکز ناحیه واقع است. پدرم به خنزخ همیشه نه به راه عموم بلکه با پیراهی خود میرفت. او نیز پیراهه ها را خود نشانه کرده خود کشاده است و هر پگاه و هر بیگاه با آن خود رفعا داشت. پدرم از پیراهه خود عجب گلهای زیبا می‌یافت و از آن گلها گلدسته های باز هم زیباتری می‌بست. زمستان او از دو طرف پیراهه از برف نوباریده هیکلچه های آدم، اسب و سواره می‌ساخت. باشندگان صده و ساکنان خنزخ آمده این هیکلچه ها را تماشا می‌کردند. آن دسته های گل کیها پژمرده و آن هیکلچه های برفین کیها آب شدند. اما گل های داغستان و سیمای مردم کوهستان در شعرهای پدرم زنده. در آوان نورسیم که آن وقت پدرم زنده بود کار برآمد و خنزخ رفتنی شدم. از راه کلان تاب خورده خواستم به پیراهی پدرم درآیم. یک پیرمرد کوهستانی مرا دیده از راه باز داشت و گفت پیراهی پدرت را به خودش ماند. تو پیراهی دیگر پیراهی خود را جستجو بکن. من به گپ آن پیرمرد در آمدم و در جستجوی راهی نو افتادم. پیراهی سرودی من دور و دراز و پرپیچ و تاب برآمد، ولی من با آن روانم و برای گلدسته خود گلها میچینم.
شنوندگان عزیز، یادرس می شویم که شما گفتارمان را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزاتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان شنیدید. کارگردان موجیگول یوسفووا. پایان گفتار دویم.